تو مصاحبه با کدوم مدیر رو دوست داشتی؟ مهران مدیری تو 2 مصاحبه، یه بار روبروی رامبد جوان، یه بارم روبروی امیرحسین قیاسی. تو همه کارهایی که ساختید دوست داشتید که من بازی کنم؟ من تا یه هفته پیش اصلا نمیدونستم تو وجود داری. عاشقم. این مورد رو میتونم بگم که عشق یعنی این، یعنی فرهاد شرسه، یعنی قید و شرط نداره. هیچ اصلا. نتیجه یکی مدیری امن، یکی مدیری واقعی. قیاسی سوال نمیپرسه که خوشایند باشه، میره جایی که مدیری مجبور بشه فکر کنه، مکث کنه، حتی دفاع کنه. اینجا مدیری کنترل رو کامل دستش نداره و این دقیقاً جذابه. اما پیش رامبد چی؟ فضا امن، شوخ، رفیقانه. مدیری هم همون مدیریه که سالها بلده چطور بازی کنه. اینجا چالشی وجود نداره، فقط تاییده. نه قیاسی نابغه است و نه رامبد ضعیفه. تفاوت اینه، یکی میزبان امنه، یکی میزبان مزاحم. تو مصاحبه با کدوم مدیر رو دوست داشتی؟ اون که راحته یا اون که تحت فشاره؟ بنویس.